بله دوستای عزیز، هموطنان خوبم، ما در پل یک پیسگی هستیم. البته بعد از اینکه حکومت امارات آمده خواستیم که بیاییم در جمعی از مردم ما باشیم و بشنویم که این مردم عزیز ما که واقعا مردم زحمتکش هستند و چه گفته هایی دارن، چه تقاضایی دارن از این حکومت، آیا راضی هستند یا خیر، از تغییرات که آمده چه گفته هایی دارن. میریم و از خود هموطنان عزیز ما بشنویم. مشکل عزیز که ما خود ریسپیتم هستم، از این قوم یک آدم مشرشم هستیم، به خاطر از این موترای ما که از این میجا همین مردم انتقال میته، سیاست میته، ریسپیت میته، کل گره انتقال میته. باید مزاحم از هیچ ارگانی نشه. هر ارگانی که میایه با ما بیایم، ما کدام کار نمیکنیم. ما کار میکنیم که همین مردم از این میجا انتقال بدیم در جایش و از اونجا پس بیاره در شهر کابل. ما دیگه هیچ مشکلی نداریم. خالی اینم که همکاری که ما همین امارت اسلامی کنه، ما از خوشم هستیم، راضی هم هستیم که همین طرفداری ما مردم بکنه، حمایت ما مردم بکنه که ما همین مردم انتقال بدیم در یک جای. در سایه باشه ما میرسانیم. خالی خدمتگار همین مردم هستیم که ما برای همین ملت با همین مردم خدمت میکنیم. یعنی ما خوشدار هستیم که ما را کسی اذیت نکنه، هم کار بار خود میکنیم و هر کس که در جای باشه وظیفه‌اش بود، کار بود، امارت اسلامی برش اعلان کرده، گفته که پس بیاید می وظیفه‌تان، بیاید می جای خود کار کنی. شما را کسی چی کار داره؟ بیاید کارتان نکنی. دیگه ما از مردم همین میخوایم که بیاید در جای خود برن کار کنن. هیچ کس کار نداره. هیچ امارت والا برش بگویه که تو از اینجا بخی اوجا بشی، انوس امنیتش میگیره، هر چیزش میکنه، مقصد بره در پس دمی کارهای خود. اگر که عفی عمومی است بیاید نره در خارج چی میکنه که میرن، بیاید این ملک خود کار کنه تا بکی خارج. دیگه نمیره گفتنی ما بود، گفتیم خوار سلام میگم به کل ملت خود. دوستا و هموطنای خوبم، حال هم در کنار یکی دیگر از هموطنانم هستم که همینجا معلوم میشه نزدیک چاشت هست، آشپزی هم میکنن و مصروف پیاز و کچالو فروشی هستن. میاییم و اوضاعی که فعلا در کشور جریان داره از اینا میپرسیم که آیا راضی هستن یا نیستن و در کار و روزگارشان چه تغییراتی آمده. سلام علیکم و خسته نباشید. سلام علیکم. مسترانه خواهش میکنم که از کل ملت، از کل افغانستان راضی هستم. دیگه همکارت با صلح آرامی باشد مردم. دیگه ارزانی از قیمتی جات شد در سر بازار. دیگه مثلا یک بوجیار چرا مثلا 2300 2400 بیاشد صلح آرامی باشد، مردم اشتیدن توان وسط ندارند. یعنی کارتان سابق چطور بود، حال چطور است؟ سابق من نمی تو چی بوده که منتها دالی بخیر کمکاری آستا خوب میشه. اینا معلوم میشه نام خدا آشپز هم هستین، در چاشت هم آمادگی گرفتین، چی پخته کردین؟ تشکرات، آمادگی گرفتیم، بچه هستن خودم پخته میکنم، خودم میخورم. چی پخته کردین؟ شوربه؟ برنج؟ اینا خیلی. ما را میمان میکنین؟ چرا نمیکنین؟ زنده باشین، تشکر. بله دوستای عزیز، هموطنان خوبم، همه خواست هموطنان ما همی است که در کشور با آمدن همی امارات، با آمدن همی حکومت یک صلح و آرامش و امن و امنیت و ارزانی بیاید تا که همگی بتانند به آرامی زندگی کنند. به امید او روز همه هموطنان ما هستند. پس امید که این حکومت امید و آرزوی مردم برآورده بسازه. بله دوستای عزیز، هموطنان خوبم، حال هم یکی از بزرگوارا که در کنارم هستند، واقعا نام یک شخصیت زحمتکش هستند که همینجا مصروف فروش هستند و نمود جمعی از ترکاری با به فروش میرسانند. میایم و میشنویم از این بزرگوار که اینا چی گفته هایی دارند. السلام علیکم. خوب است، خیرتیز باشید. سلامت، زنده باشین. بشنویم از شما در مورد کار و مصروفیت شما که فعلا دارین. در گذشته چگونه بود، حال چگونه است؟ در گذشته خوب بود. روزانه که مال می آوردیم، سودا میکردیم، یک 300 400 پیدا میکردیم، خرچو خانه ما میشد، پرده و گذران میشد. حالا هر چیز بیار کلش گنده میشه، کس نیست که بخره، پیسه نیست، کاروبار نیست، بانک بسته است، سرای شاهزاده بسته است، مشکلات مردم زیاد است.
خب خواست شما از این حکومت که فعلا آمده چی است؟ خواست ما این است که برای مردم کار تهیه کنه، برای مردم بدر راه رواز کنه. مواد خوراکه قیمت است. این امروز 3,500 پر ما قرض کردیم آرد روغن از دکاندار بدر بردیم خانه خود، پیسه نبود. اگر اون نمیداد ما گوش نبودم. تشکر، سپاس فراوان از شما. زنده باشین. میست که هر چی زودتر همی بانک‌ها رواز کنه، همی کار مردم داد و ستود مردم بدر رادرا کنه، بندرها رواز کنه که مال بیاده. اینجا مردم بسیار پریشان است، گشنه است. و مثل ما لکان نفر در روی شهر از بیکاری بدر رنج میبرد، کلش اعصاب خود از دست داده، دیوانه شده. یا که حکومت مرداستن باید بدر یا توجه کنن برای مردم. ملت مردم مظلوم است، بیچاره است. 50 سال جنگ تیر کردیم، بس است کفایت میکنه. چقدر جنگ، تا کی جنگ؟ عالمی شما خودتان حس کنه، فکر کنه، بگو بدر همی رهبرا، همی بدر کلانا که مردم تا کی رنج زحمت بکشه. تشکر دیگه، چیزی گفتنی ندارم. خیلی